آقای دکتر وقتی که مرحوم حکمت وزیر فرهنگ میشه، آدم باسوادی بوده، با گذشته‌هاش فرق داشته، میشناخته دنیا رو. آقای دکتر گفتن آمدم باهاش صحبت کردم که ما بهتر متخصص داشته باشیم. خب پیشنهادو بنویس بده. بعد این پیشنهاد خیلی خوشش میاد، میفرسته برای شاه رضا شاه میفرسته برای صدیق علم که رئیس تعلیمات عالی بود. آیدو گفتن دیدم 2 ماه جواب نداد، گفتم برم باهاش صحبت کنم راضیش کنم. وقتی رفتم پروش گفت تش بردید اروپا فکل میزنید، تو کافه هم چیز خورتون کردن، پاتون رو تو کفش اروپایی‌ها کردین. تأسیس دانشگاه 70 ساله این مملکت زوده، یعنی ما هنوز نباید تا 4 سال پیش دانشگاه داشته باشیم. دیدم که ایشون فقط توهین و آمدم به حکمت گفتم خب 50% لجبازی با منه، 50% هم خودشه. من یه کاری باید بکنم، بری شاه رو ببینی. گفتن رضا شاه چکمه و عصا که جرأت داشت، من چی برم بگم. گفتن بالاخره دلمو زدم به دریا، آمدم با حکمت رفتیم پلو رضا شاه. گفتم وقتی رفتیم تو کریدور که وارد شدیم تا حکمت شروع کرد منو معرفی کردن، گفت پیشنهاد مال ایشونه، خودش زبون داره. خیلی جالبه، یعنی بذار حرفشو بزنه. گفتن در واقع حکمت رو مرخص کرد، پشت یه میز اجازه داد، من نشستم پلوش. بعد دستور داد چای بردن، خیلی مهم. گفتم من 1 ساعت صحبت کردم، صحبتم که تموم شد راجع به لزوم دانشگاه. گفتش که من نمیفهم چی میگی، میتونی مثال بزنی؟ یعنی رو کراس گفته من نمیفهمم. خیلی جالبه، ما 20 دقیقه حرفی که نشونیم سرمون تکون. گفتم بعد از اینکه من به مثال افتادم، گفتم کارخونه قند کریزه که دارن آلمانا میسازن، قطار سراسری راه شمال به جنوب دارن آلمانا میسازن، اینا راهسازی ما میتونیم بکنیم، شما فعلا لوکوموتیوشو بیارین کمک کنیم 5 سال بعدمون. گفتم سوالی که از من کرد بسیار هوشمندانه بود. گفت این آرزوهایی که تو داری چند سال است؟ گفتم بین 3 سال تا 5 سال. گفتن جواب خیلی جالب بود. گفت همینی که حاضری 3 ساله تا 5 ساله یه کاری بکنیم، من برای نیازهای خودم دستم جلو خارجی دراز نباشه، جلو خودی دراز باشه، هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم. گفتن من تشکر کردم، پاشم صدا کرد گوش کنی اینجا قشنگ. ما بسیاری از اوقات یه پروژه رو داریم هی باید بدویم. گفتم من گفت این آرزویی که تو داری چقدر پول لازم داره؟ خیلی مهمه. گفتم من دیدم تو خیابون هور میدون لشکر، اونجا میدون هور، خونه های نوعی که ساخته میشه 100 تومن قیمتش. گفتم 10 تا خونه رو سرهم میکنی میشه یه دانشگاه. گفتم اگر 1000 تومن مرحمت کنید کافیه. گفتن 3 روز از ملاقات من با شاه نگذشته بود، 100,000 تومن حواله شد برای تأسیس دانشگاه تهران. حکمت گفت زود قانون بنویسید بریم به مجلس. گفتن بردیم به مجلس به قانون تأسیس دانشگاه تهران رأی نداد. چرا؟ چرا دی همین که فرمودین خودتون. گفتن همون مشقات دیگه. گفتن اومدم با حکمت صحبت کردم که اینی که شاه داده برو زمیناش هم بگیر، ما ساختمونا رو شروع کنیم، اگر 10 سال دیگه مجلس رأی داد حاضر باشه. گفتن وقتی رفته بود صحبت کنه، گفت بود بگو خودش بیاد. 6 صبح با من قرار گذاشت. من چون دیدم